کارمندان ریاست امنیت داخلی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان یک ساکن نویه مومن‌آباد را برای قلابی با سوء استفاده از نام مقامات میلیشیا دستگیر کردند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شام 5 اکتبر سال 2022 خبر داد که باران خدایداد زوروبویچ سال تولدش 1993 ساکن جماعت 40 دختران نویه مومن‌آباد به تن لباس کارمندان میلیشیا را پوشیده برای ساختکاری برای خود شهادتنامه خدمتی کارمندان وزارت کارهای داخلی به نام لتنانت کلان سبزوف دلیر امیروویچ را تیار کرده خود را به کار افتادگان کارمند وزارت کارهای داخلی معرفی میکرد و از آنها در عوض وعده بود کردن کارشان پول میستانید. در گزارش گفته می شود که قلابی های این نفر با سوء استفاده از نام وزارت کارهای داخلی در پی شکایت های پی در پی شهروندان به خصوص رانندگان ماشین های کراکش به مقامات میلیشیا آشکار شده است. این رانندگان گفتند که این نفر خود را کارمند میلیشیا وانمود کرده برای تهدید از آنها حق طمع میکرد. از جمله او با سوء استفاده از باوری برای فریب از یک شهروند برای با جای کار در مقامات وزارت کارهای داخلی تامین کردن او 10,000 سومانی پول گرفته است. وزارت کارهای داخلی گفت این نفر در اصل یگان ربطی بین وزارت و ساختارهای میلیشیا نداشت و از نام میلیشیا سوء استفاده کرده مردم را به اصطلاح غم میداد و حق میبست. کارمندان وزارت کارهای داخلی توسط برگزاری یک سلسله شورابینی‌های سنجشی و تفتیشاتی با لباس کارمندی میلیشیا مردم را غم دادن لتنانت کلان دلیر سبزوف در اصل خدایداد بارانوف را اثبات کرده او را با دلیل‌های شیعی دستگیر کردند. هنگام بازداشت از بارانوف 3 شهادتنامه خدمتی که برای ساختکاری تیار کرده شده در هر 3 باران عکس‌های خود را چسبانده بود یافت و مصادره شد. یکی از این شهادتنامه ها به نام لتنانت کلان سبزوف دلیر امیروویچ بود که گویا از نام سردار MVD حبیب زاده داده شده است. جالب آن است که در این سند نام وزارت داخلی به زبان روسی MVD نوشته شده است. 2 سند دیگر برای ساختکاری از نام مقامات نویه فردوسی شهر دوشنبه تیار کرده شدند. وزارت کارهای داخلی گفت این بار اول نیست که بارانوف خدایداد برای چنین کردارش دستگیر می شود. دفعه اول به او مهلت دادند که ضرر به شهروندان رسانیده‌اش را جبران کند، ولی بارانوف از تفتیشات پنهان شده به عملهای مردم فریبانه‌اش دوام داده است. وزارت کارهای داخلی در گزارشش نوارهای را هم نشر کرد که چگونه بارانوف خدایداد لباس یا اونیفرم وزارت کارهای داخلی در تن در سر چنبرک فرمان ماشین نشسته در هوای کدام موسیقی کتف جنبانده می رقصد. ظاهرا چند سال نزدیک او در کنج زندان خواهد رقصید. البته اگر مثل دفعه اول باز یک حامی به قوت نیابد و از این خوب هم خشک براید.